كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة درس از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. درس هفتم، فرق بین کلام الله و کلام پیامبران در قرآن. وما ذكر الله تعالى في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كله كلام الله تعالى إخبارا عنهم، وكلام الله تعالى غير مخلوق، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله تعالى فهو قديم لا كلامهم. آنچه خداوند در قرآن درباره موسی و سایر پیامبران علیهم السلام و درباره فرعون و شیطان ذکر کرده، همه اینها کلام خداوند است که فقط از آنها خبر داده و کلام خداوند مخلوق نیست. اما کلام موسی علیه السلام و سایر مخلوقات مخلوق، یعنی آفریده شده است. قرآن کلام خداوند متعال است که قدیم و ازلی است و کلام آنها نیست. امام اعظم رحمه الله آورده است که کافر شدن شخص به مخلوق گفتن قرآن این کفران نعمت است، نه کفری که خارج شود از ملت اسلام، چون که اهل سنت در حادث بودن کلام لفظی خلاف ندارند، یعنی در نو پیدا بودن کلام لفظی، آن لفظی که ما از قرآن میخوانیم، خلاف ندارند. اما شخصی که کلام نفسی را مخلوق گوید، یعنی آنچه که از جانب الله نازل شده است مخلوق گوید، کافر گردد، چون که آن صفت الله تعالی است. صفت او حادث، یعنی نو پیدا نیست و مخلوق هم نیست. مقصد از مخلوق گفتن مراد مختلق، یعنی بافته شده باشد. در این صورت انسان از ملت اسلام می براید. به همین خاطر هم قرآن لفظی را هم مطلقا مخلوق گفتن نشاید. هر قولی در قرآن جای داشته باشد آن کلام الله است، نه از آنها، یعنی از انبیا و دیگرها. و سمع موسی علیه السلام کلام الله تعالی کما قال الله تعالی استعیذ بالله و کلم الله موسی تکلیما وقد كان الله تعالى متكلما ولم يكن كلم موسى عليه السلام وقد كان الله تعالى خالقا في الأزل ولم يخلق الخلق. موسی علیه السلام سخن خداوند متعال را شنیده است، چنان که خداوند می‌فرماید خداوند با موسی حقیقتا سخن گفت. سوره نساء آیت 164. یقینا خداوند متعال قبل از این که با موسی سخن بگوید قدرت سخن گفتن داشت و قبل از این که مخلوقات را بیافریند از ازل آفریدگار بود. حضرت موسی علیه السلام سخن الله تعالی را به واسطه شنوید و به تحقیق الله تعالی متکلم، یعنی سخنگوینده بود در ازل، و حال آنکه سخنگوینده یعنی حضرت موسی نبود، و به تحقیق که الله تعالی خالق بود در ازل. پیش از خلق کردن چیز او تعالی صفت خالقی ازلی داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. فلما كلم الله موسى كلمه بكلامه الذي هو له صفة في الأزل وصفاته كلها في الأزل بخلاف صفات المخلوقين. به نام خداوند بخشنده و مهربان، و هیچ چیز مانند خدا نیست و او شنوای بیناست. سوره شورا آیت 11. وقتی خداوند به موسی سخن گفت، با همان کلام سخن گفت که صفت ازلی اوست و تمام صفات خداوند متعال برخلاف صفات مخلوقات ازلی است. نیست مثل الله تعالی چیزی در ذاتش و صفتش، و الله تعالی شنونده و بیننده است.
و بر همه چیز قادر است و همه چیز به او محتاج و فقیر است. و اما وقتی که الله تعالی موسی علیه السلام را سخن کرد، به آن کلامی که صفت ازلیش بود با همان صفت سخن کرد. با کلام سخن گفت که ابدی و ازلی و صفت خاص او تعالی بود. همچنان که نقش کلمه ها دلالت می کنند بر کلامی که او در لوح محفوظ است و او قبل از خلق آسمان ها و زمین بود. بنابراین الله تعالی موافق همان کلمه های سطر شده لوح محفوظ به موسی علیه السلام سخن گفت. صفت های او تعالی همه به خلاف صفت های مخلوق ها می باشند. يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا ويسمع لا كسمعنا ويتكلم لا ككلامنا ونحن نتكلم بالآلات والحروف والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حرف والحروف مخلوقة وكلام الله تعالى غير مخلوق. خداوند متعال می داند نمانند دانستن ما، توانا است نمانند توانایی ما، می بیند نمانند دیدن ما، می شنود نمانند شنیدن ما و سخن می گوید نمانند سخن گفتن ما. ما با وسیله و حروف سخن می گوییم و خداوند بدون وسیله و بدون حروف سخن می گوید. حروف مخلوق و آفریده شدند، ولی کلام و سخن خداوند متعال نه مخلوق است و نه آفریده شده است. یعنی الله تعالی می داند ولی نه چون دانستن ما و او قادر و تواناست اما نه چون قدرت و توانایی ما و الله تعالی می بیند نه چون دیدن ما و می شنود نه چون شنیدن ما و سخن می گوید نه مثل سخن کردن ما بنده ها. و ما باشیم به واسطه زبان و دهان و لب و دندان و حروف و آواز و صدا سخن می کنیم، اما خالق جبار بدون همه این سخن می گوید، زیرا که همه آنها مخلوقند. چون چیز مخلوق است صفت الله تعالی شده نمی تواند. کلام و سخن او مخلوق نیست. الله تعالی از صفت مخلوق ها پاک است. ما هیچ چیز را به او مانند کرده نمی توانیم، زیرا که او می گوید بسم الله الرحمن الرحیم ولله المثل الاعلی. یعنی الله تعالی از همه مثال و مانند سازی بالا می ایستد. پس چگونه الله تعالی را به چیزی از مخلوق مانند می کنیم؟ این هیچ ممکن نیست. انسان با واسطه تصویر و صورت که در ذهنش حاصل می شود به قدر فهمشش معلومات حاصل می کند، اما الله تعالی حقیقت اشیا را به طور کلی و جزئی ظاهراً باطناً با علم ذاتی صمدیش که ازلی و ابدی است می داند. قدرت ما در دانستن اشیا ناکافیه است و به یاری و نصرت بیرونه احتیاج داریم، اما الله تعالی را قدرت قدیم است، به مشارکت غیر محتاج نیست، زیرا وی قادر و توانا است به همه چیز. ما بندگان شکلها و رنگهای گوناگون را می بینیم و آوازها را می شنویم و این دیدن و شنویدن موافق به حس و قوت بینایی و شنوایی ما مخلوقان است که خداوند آن را به ما ارزانی داده است. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همیشه دعا می کردند که ای بار خدایا برخوردار گردان ما را به شنوایی امان و بینایی امان مادامی که زنده می داریم ما را. الله تعالی ذات پاک بوده می بیند و می شنود با بینایی و شنوایی که صفت ازلی و ابدی وی است و برای این الله به آلات و مشارکت غیر نیاز ندارد. پس شخص شنود قرآن را و گوید که این قول بشر است، یعنی سخن زمینی است، به تحقیق کافر می گردد.